محله بازار رشت یا رشت بازار به خیابان‌های مطهری، حاجی آباد، امام خمینی، میدان شهرداری و خیابان شریعتی متصله و خیابان امام خمینی قدیمی‌ترین خیابان این محله است. پاییز 1303 ساخت این خیابان شروع میشه و قدیمی‌ترین ساختمان این خیابان ساختمانیه که اینجا قرار داره، حدود 100 سال قدمت داره و در 1344 قمری ساختش به اتمام رسیده و درست در روبروی این ساختمان وقفی آذربانی قرار داره که وقف انتقال خون شده و جزو بناهای مهم این خیابان. این ساختمان هم حدود 100 سال قدمت داره. در محدوده خیابان امام خمینی و ابتدای خیابان حاجی آباد اکنون کلینیکی قرار داره که بر اساس منابع قبلا محل اولین بیمارستان رشت به نام آقا سید علی آقا بود که سال 1284 هجری شمسی تأسیس شده بود و بعدها مدتی مدرسه دخترونه بود. و روبروی بیمارستان ساختمان کارگزاری با 90 سال قدمت قرار داره که الان اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلانه. تا اواخر دوره قاجار اینجا حدود 2000 تا دکان، 8 تا کاروانسرا، یک کلیسا و حدود 20 تا مسجد داشته. در قدیمی ترین نقشه رشت که سال 1249 هجری شمسی و در دوره ناصرالدین شاه تهیه شده، علاوه بر محلات مختلف رشت، محله بازار راستاهاش هم بهش اشاره شده که ما الان در یکی از راستاهای قدیمی رشت که راسته چوب فروشا هست قرار داریم که به پشت میدان هم معروف. اینجا همه راسته چوب میفروختن. اون مغازه اونجا خراتی بود. من پیش دایم اونجا کار میکردم. البته در این محله بیش از یک دهه است که خبری از چوب فروشی نیست. و ساختمان تلفن خانه. این بنا سال 1303 که نخستین دستور شهرسازی رشت صادر میشه توسط خاندان کریموف یا کوچه اصفهانی شروع به ساخت میشه. سال 1310 مخابرات گیلان اینجا رو اندازی میشه و تا سال 1332 که مخابرات ملی میشه این بنا به کارش ادامه میده. بعد از اون به رادیو رشت تبدیل میشه که تا 1350 رادیو رشت در این مکان مستقر بود. و اسنادی از بولتن‌های خبری و خبرهایی که از همین ساختمان رادیو پخش شده. دعوتنامه‌هایی که برای مراسمات مختلف بوده و آگاهی پذیرش دانش آموز. مثلا اینجا نوشته شده که اسامی داروخانه‌هایی که کشیک هستن. در این راسته از محله بازار رشت هنوز هم ساختمان‌ها و بناهای قدیمی زیادی دیده میشه. اینجا از سال 30 تا حدود سال 57 باشگاه افسران ارتش بوده و هیئت جوانان رشت هم ساختمان روبروش هست. این ساختمان حدود 90 سال قدمت داره. محله بازار اکنون در تقسیمات شهری در منطقه 2 قرار داره. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، بازار رشت.